سلام، خیلی خوش اومدید به دوره آموزشی رایگان و مقدماتی فتوشاپ 2025 جلسه هفتم که در این جلسه میخوایم به آموزش و کار با ابزارهای کراپ یا برش بپردازیم. قبل از اینکه آموزشمون رو شروع کنیم خوشحال میشم که با سابسکرایب و لایک کردن این ویدیو همراه من باشید در ادامه این ویدیو با یک انرژی مثبت عالی. خب ببینید ابزارهای کراپ در پنل ابزار در این قسمت موجود هستش. روش کلیک راست بکنم دو تا ابزار خیلی مهم داره، یعنی بیشتر با این ابزارها سر و کار داریم در طراحی و ادیت. یکی ابزار کراپ تول هستش و یکی ابزار اسلایس تول که کلید میانبر هر دو هم C هستش که میتونه از اونها استفاده بکنیم. اولین ابزار که کراپ تول هستش رو انتخاب میکنم و نحوه کار با این ابزار میخوام بهتون آموزش بدم. ببینید ابزار کراپ و یا ابزار برش کلا کارش به این صورت هستش که یک قسمتی از تصویر شما رو کراپ بکنه. حالا به روش‌های مختلفی شما میتونید این کار رو انجام بدید. به چه صورت؟ به صورت دلخواه یک قسمت از تصویرتون رو کراپ میکنید. به این صورت من قسمت ماشین رو در حالت اون فضای کراپ هم قرار میدم و با تیک تایید میتونم تصویرم رو کراپ بکنم و فقط این قسمت رو داشته باشم. با کنترل Z میتونم برگردم عقب و دوباره قسمت‌های دلخواه رو کراپ بکنم. پس این نحوه کلی کار با ابزار کراپ هستش. حالا روش‌های متفاوتی برای این کراپ کردن داریم. در قسمت بالا باکس مربوط به ریشیو هستش. این ریشیو اگر فعال باشه شما میتونید به صورت دلخواه اون فضای کراپتون رو تنظیم بکنید. اما میتونید در سایزها و نسبت‌های مختلفی این کار رو هم انجام بدید. به عنوان مثال در پایین نسبت‌های مختلفی برای شما در نظر گرفته شده. نسبت 1:1 حالت مربعی، نسبت 4:5، 5:7، 2:3 و 16:9 و یا حتی نسبت‌ها بر اساس پیکسل و نسبت‌های پیکسلی برای شما در اینجا قرار گرفته. حالا به عنوان مثال من در اینجا یک نسبت رو انتخاب می‌کنم. مثلا نسبت 1:1. وقتی روی 1:1 باشه یک فضای مربعی برای شما در نظر گرفته میشه. حالا من این رو هر چقدر کوچیک و بزرگ بکنم اون نسبت مربعیش رو حفظ میکنه و بر اساس اون نسبت مربعی ما میتونیم کراپمون رو انجام بدیم به این صورت و با تیک تایید میتونیم این کار رو انجام بدیم و کراپ تصویرمون رو انجام بدیم. حالا بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم شاید نیاز باشه که دوباره برگردیم به اون حالت دلخواهمون و با یک نسبت دلخواه این کار رو انجام بدیم. اینجا یک گزینه به نام کلیر برای ما قرار گرفته. وقتی که روی کلیر کلیک بکنیم تمام نسبت‌های اینجا از بین میره، برمیگردیم به حالت دیفالت ریشیو و حالا میتونیم به صورت دلخواه این کار رو انجام بدیم و به هر نسبتی تصویرمون رو در اینجا کراپ بکنیم. بعد از اینکه به باکس مربوط به نسبت پرداختیم و گزینه کلیر، بریم به گزینه بعدی که در این ابزار موجود هستش. این گزینه که در اینجا داریم مشاهده میکنید گزینه استریتن که در اینجا داریم مشاهده میکنید آیکونش رو. وقتی که این گزینه رو فعالش بکنید شما چی کاری میتونید انجام بدین؟ اگر تصویر شما یه مقدار انحنا داشته باشه یا کجی داشته باشه با این تصویر میتونید اون کجی رو از بین ببرید. مثلا به چه صورت؟ من یه میام تصویرم در اینجا کج میکنم، مثلا قفل تصویرم باز بکنم و تصویرمو یه مقدار کجی بهش بدم به این صورت. خب تصویرم به این صورت کج هستش. حالا من میخوام تصویرم دوباره برگرده به یک حالت صاف که ماشین به حالت روبرو در حالت حرکت باشه. این کار میام در اینجا ابزار کراپ رو انتخاب میکنم، این ابزار رو آیکونش رو فعال میکنم و در زاویه‌ای که قرار گرفته ماشین یا اون حالت کجی ما رو کلیک میکنم، درگ میکنم به این صورت. مشاهده میکنید که اون کجی رو حالا از برای ما از بین. هر چقدر به خطمون زاویه بیشتری بدیم این کجی و یا این اصلاح رو برای ما با زاویه بیشتری انجام میده. و یه بار برگردم به حالت قبل و دوباره این کار رو انجام بدم. مشاهده میکنید که خیلی بهتر این کار رو انجام داد. تیک تایید رو میذارم و مشاهده میکنید که اون حالت کجی رو حالا برای ما از بین برد. میایم به گزینه بعدی که در اینجا موجود هستش. در اینجا روی حالت گرید که مشخص است اگه کلیک راست بکنیم انواع حالت‌های گرید برای ما در اینجا قرار گرفته. وقتی که روی ابزار کراپ کلیک بکنیم یه بار بیام روی تصویرمون کلیک چپ بکنیم یک حالت گرید مربعی در اینجا مشاهده می‌کنیم. حالا میتونیم این گریدمون رو تغییر بدیم. مثلا بذاریمش برای این حالت گرید یا حالت‌های مختلفی که موجود هستش. بر اساس نوع دیزاینتون میتونید گریدهای مختلف رو تنظیم بکنید و بر اساس اونها کراپ تصویرتون رو انجام بدید. مخصوصا این در
قسمت مربوط به ادیت تصاویر خیلی میتونه براتون کمک بکنه. بریم به قسمت بعدی. در اینجا بعد از اینکه حالا این ابزار یا حالت چرخ دنده که موجود هستش مربوط میشه به اینکه این تغییرات به چه صورت باشه. حالا زیاد مهم نیستش، بذارید به همین صورت این تغییرات دیفالت روی ابزار کراپ براتون فعال باشه. در اینجا گزینه داریم به نام delete crop pixel. به چه صورته؟ اگر شما این گزینه رو فعال بکنید و تصویرتون رو هر قسمتش رو کراپ بکنید، به این صورت این قسمت هایی که از کراپتون بیرون مونده برای همیشه از تصویرتون حذف میشه. یعنی شما دیگه بهشون دسترسی ندارید به این پیکسل ها. الان من تیکشو بزنم، مشاهده میکنید که تصویر من فقط این ناحیه‌ای هستش که مشاهده میکنید که کراپ شده. حالا اگه کنترل زد بزنم و برگردم به قبل و ابزار کراپ رو انتخاب بکنم و این گزینه رو غیر فعالش بکنم و یه قسمت رو کراپ بکنم به این صورت، الان ابزار موو رو انتخاب بکنم، مشاهده میکنید که به پیکسل های قبل هم باز هم دسترسی دارم که میتونم از اونها استفاده بکنم به این صورت. پس این هم از کاربرد ابزار یا گزینه delete crop pixel. حالا در ادامه ما در اینجا باکس دیگه هم داریم به نام فیل که در اینجا گزینه های به نام ترانسپرنت، جنراتیو اکسپند و کانتور فیل موجود هستش. ترانسپرنت به این صورت هستش که اگر شما فضایی رو به اون حالت کراپتون اضافه بکنید به همون صورت ترانسپرنت و بدون وضوح و یا بدون تصویر برای شما قرار میده. در اینجا گزینه جنراتیو اکسپند هستش که غیر فعال هستش به این دلیلی که اگر از نسخه لایسنس فتوشاپ استفاده نکنید و نسخه کرکی باشه، چون هوش مصنوعی های جدید فتوشاپ نیاز هستش که از نسخه لایسنس شده فتوشاپ استفاده بکنید، این گزینه برای شما غیر فعال هستش. حالا در پایین اما گزینه داریم به نام کانتور فیل. این گزینه هم با همون هوش مصنوعی فتوشاپ کار میکنه اما قدرت جنراتیو اکسپند رو نداره. میاد بر اساس آخرین پیکسل های دور اطراف تصویرتون جایی که تصویر افزایش شده کراپش رو تصویرتون رو بازسازی و اصلاح میکنه. در اینجا من گزینه کانتور فیل رو انتخاب میکنم و تصویرم رو به این صورت از سمت بالا گسترش میدم به این صورت و مشاهده میکنید که این قسمت ها به صورت ترانسپرنت هستش، شفافیتی نداره، تصویری نداره. اما حالا که برای کانتور فیل قرار دادم میاد بر اساس این پیکسل های اینجای تصویرم، آخرین پیکسل ها، تصویر رو بازسازی میکنه. تیک تایید رو میزنم، مشاهده میکنید که این بازسازی رو انجام داد اما قدرت آنچنانی نداره و قسمت های ممکنه خطا بکنه، مثل این قسمت ها که زیاد حالت طبیعی رو پیدا نکرده. پس این قسمت هم مربوط میشه به این که وقتی که کراپتون رو افزایش میدیم نیاز باشه ترانسپرنت باشه کاراتون یا اینکه با استفاده از کانتور فیل تصویرتون رو بازسازی بکنه. حالا بعد از اینکه به این ابزار کراپ پرداختیم میریم به ابزار دیگه‌ای که در این گروه موجوده به نام اسلایس تول. ابزار اسلایس تول همونطور که از نامش پیداست برای قطعه کردن یا تکه کردن تصاویر یا قسمت‌های مختلف تصاویر ازش استفاده میشه. عمده فعالیت این ابزار به قسمت مربوط به این هستش که شما اگر نیاز داشته باشید پست کاروسلی یا پست اسلایدی طراحی انجام بدید، با این قسمت یا با این ابزار میتونید هر اسلاید رو برش بزنید و بعد در نهایت اون برشاتون رو جدا جدا خروجی بگیرید. به چه صورت؟ مثلا من میام در اینجا یک برش در اینجا تعیین میکنم از سمت بالا به میانه تصویرم، یک برش به این صورت و یک برش هم به این صورت. الان تصویر من به 3 قسمت تقسیم شده، قسمت اول، قسمت دوم و قسمت سوم. حالا این قسمت ها رو میتونم جداگانه خروجی بگیرم. این کار رو میتونم بیا ببینید فایل و گزینه در اینجا گزینه اکسپورت و گزینه سیو فور وب رو انتخاب بکنم. وقتی که پنل سیو فور وب در اینجا باز شد مشاهده میکنید که میتونیم قسمت های مختلف تصویرمون در اینجا خروجی بگیریم. فقط کافیه بریم در اینجا اون فرمت دلخواهمون انتخاب بکنیم، با مثال جی پیج و کوالیتیش هم تنظیم بکنیم روی 100% باشه. همین کار رو فقط کافیه در اینجا سیو رو بزنیم تا اون قطعه تصویرمون به صورت جدا خروجی بگیره. بسیار خوب، مشاهده میکنید که در اینجا از هر 3 قسمتی که ما مشخص کرده بودیم به صورت جداگانه خروجی گرفته که مشاهده میکنید. خب حالا این هم از کاربرد ابزار اسلایس تول که یکی از ابزارهای مهم کراپ هستش و استایل‌های مختلفی هم در اینجا داره که میتونه از اونها استفاده بکنید. مثلا استایلی که بر اساس نسبت هستش یا استایلی که بر اساس سایز میتونید این
برشتون رو انجام بدید، یا به حالت نرمال که به صورت دلخواه بتونید هر قسمت رو برش بزنید. خب این هم از آموزش و نحوه کار با ابزارهای کراپ بود. امیدوارم از این جلسه و از این قسمت لذت برده باشین و براتون کاربردی بوده باشه. خوشحال میشم که با سابسکرایب و لایک این ویدیو همراه باشید در ادامه این دوره آموزش مقدماتی فتوشاپ. دمتون گرم. خدا نگهدارتون.